دستگاه. خب روی دستگاه ما اول هسته رو باید حواسم باشه که برابر با این فنرها باشه، این سیما باشه و از این ور سفت میکنم و از این ورم این مرغه که اگه نذارم این میاد عقب به دور بالا و پروانه به این قسمت پایین برخورد میکنه. میبینید این مرغه که میذارم اینجا و این دارم سفتش میکنم. بعد ببینیم برای این ور اوکیه تقریبا. این سراغ اومد. اینجا رو نشون میداد. من علامت میزنم روی اون وضعیت. ساعت 12ش مربوط به این ور میشه. این دو تا شیار علامت میزنم و برای اینکه مطمئن بشم این دو تا شیار نقطه هست که باید بالانس رو بردارم مربوط به این سمت، آرمیچر رو برعکس میکنم و با این سمت دوباره میگیرم. اگر همون دو تا نقطه رو نشون داد همون دو تا نقطه رو بالانس برمیدارم. دستگاه جای دیگه رو نشون داد. من اول از همون جای قبلی بالانس برمی‌دارم ببینم تاثیر داره یا نه. خب دوستان یه نکته بگم حالا خدمتتون. دستگاه بالانس واقعا واسه ای که بالانس انجام بدین باش باید خیلی دقت بکنید. من یه مقدار آرمیچر اینجا خوردگی داشت و لرزش داشت موقع بالانس کردن. متوجه صدا میشین؟ این صدا اصلا نباید بیاد. آرمیچر باید نرم و روون حرکت بکنه. حالا بهتون میگم بعد چی کار بکنید. من دستمو میذارم اینجا، ببینید صداش برطرف میشه. دستمو برمیدارم صداش میاد. دست میذارم اینجا صداش برطرف میشه. حالا دقت بکنین وقتی که صدا داره بالانسش چنده. 2 و 4. حالا اگه دستمو بذارم اینجا دوه. خب الان جایی که دو رو مشخص میکنم. به من اینجا رو نشون داد. 2 بالانس بردارم. ساعت 12ش میشه اینجا. من اینجا که میبینین از اون ور قبلا علامت زده بودم. وقتی این ور گذاشتم از این بالانس از این ور بردارم درسته. بریم از این ور میداریم میگه. خب من بالانس رو برداشتم از اون قسمتی که علامت زده بودم. دوستان با صفحه 1 میل با مینی سنگ تو گیره میذارم آرمیچر رو و با صفحه 1 میل بالانس برمیدارم. دقتش خیلی بیشتره. میتونین از این صفحه هم استفاده کنین که یه مقدار پهناش بیشتره. همینطور این صفحه من همون صفحه 1 میل استفاده میکنم. دقت کار میبره بالا. خب بریم برای تستش ببینیم حالا بالانسش چطور شده. دوستان این صدا رو نباید بده.
بریم. اینو میذارم صدا که رفت شد من همزمان یه فشار میدم. بالانس این ور اومد روی 6 که خوبه. بالانس این ور هم چک میکنیم. بالانس این ور هم اومد روی 5 که عالیه. بریم کار به مشتری تحویل بدیم.